توی این ویدیو میخوام 5 تا سبک محتوا نویسی رو بهتون بگم که خیلی هم توی سئو کمکتون میکنه، هم بچهای محتوا نویس رو خیلی میتونه کمک بکنه. مدل اول لیست وار نوشتن یا تایتل وار نوشتنه که در واقع میتونید با این روش 30% ترافیک بیشتری رو وارد وبسایت بکنید. یک مقاله وبلاگی که روی لیست تمرکز داره، مثلا چی؟ مثلا 30 تا استراتژی سئو برای سال 2023. اینجا رو نگاه بکنید. توی این سایت میان نمونه‌های مختلف رو به صورت یک لیست مثلا مشخص میکنن. لیست 60 تا از کلماتی که میتونید تو متا تایتلتون بنویسید، لیست 60 تا ایده برای لباس عروسی و از این مدل محتواها که خیلی کاربرها دوست دارن و خیلی هم تو سئو میتونه کمکتون بکنه. مدل دوم محتواهای پیلار کلاستریه که در واقع شما میتونید سبک پیلار کلاستری رو اجرا بکنید، مثل سایتی که الان براتون میذارم، سایت دکتر کرمانی. نگاه کنید، محتوای کاملیه که شما یک پیلار داری به نام دیابت و کلاسترهای مختلف، کوشه‌های مختلفی رو دورش چیدی و دیابت نوع 1، نوع 2 برای بارداری و در واقع موارد مختلف رو اینجا، مثلا پیش دیابت رو، اینجور چیزها رو داری توضیح میدی. میتونید توی هر حوزه این کار رو انجام بدید. مثلا کرونا خودش میتونه یک پیلار باشه که کلی کلاستر داره و با توجه به اینتنتی که انتخاب میکنید و با توجه به پیج تایپ، اینتنت و رقباتون میتونید از این سبک استفاده کنید. محتواهای رتبه بیارن اینها. محتوای بعدی راهنمای جامع و کامل، حالا مگا پست بهش میگن، آسمان خراش میتونیم بهش بگیم. مثلا صفحه آموزش سئو دی ام روم رو نگاه بکنید، یک صفحه کاملیه که در واقع شما هر محتوایی بخوای، پادکست بخوای، مقاله بخوای، ویدیو بخوای، تکست بخوای، اینفوگرافیک بخوای، هر چیزی که بخوای اینجا وجود داره و اینا محتوای جامعی ان که طبیعتاً گوگل هم دوست داره کاربرش یک محتوای جامع رو ببینه و سریع به جوابش برسه، تا اینکه محتوای تیکه تیکه ببینه، هی بیاد بیرون بره محتوای دیگه ای رو بخونه. یک مدل محتوای دیگه تمرکز به یک موضوع یا حالا در واقع نیچ کانتنتیه که شما فقط میتونید توی این محتوا راجع به یک موضوع خیلی کوچیک صحبت می‌کنی. مثلا فقط نحوه اینکه آموزش در واقع سی پنل رو میدی، فقط میای یه گوشه از سی پنل رو توضیح میدی، یا فقط میای مثلا آموزش پیج رو در سرچ کنسول میدی، یا فقط پرفورمنس، تحلیل پرفورمنس رو در سرچ کنسول میگی. اینا آموزش‌های خیلی کوچولویی ان که نمونه‌اش هم اینجا براتون میذارم. در واقع کاربر رو به همون هدفش میرسونه. این برای چیه؟ این آموزش‌ها کجا به دردتون میخوره؟ وقتایی که اینا سرچ معمولا پایین‌تری داره، اما برای شروع پروژهتون خیلی خوبه، به خاطر اینکه 20 تا 30 تا نمیدونم 100 تا ایمپرشن میخوره، 10 15 20 تا کلیک میتونی ازش بگیری اگه محتوای خوبی بنویسی و به صفحه اول بیاد. پس برای شروع پروژهاتون میتونید از این کمک بگیرید. و مورد بعدی هم که خیلی همه دوست دارن، البته حوزه در واقع حوزه خاصی میتونن کار بکنن، محتوای مقایسه‌ایه. مثلا نمیدونم آیفون 14 و 13 رو مثلا تاق بزنیم عوض بکنیم، یا این مدل دوربین رو بگیریم یا اون یکی رو. این محتوای مقایسه‌ای ان که اگر ویدیو قبلی رو هم نگاه کرده باشید، تو اینتنت بچهای باهوش بگن چی میشینه، آفرین کامرشیال میشینه که در واقع تحقیقات تجاریه و میتونه کمک بکنه. این 5 تا مدل در واقع مدلایی ان که بسیار معروفن و محتوای رتبه بیارن. فقط یه نکته یادتون باشه در آخرش بگم، توی تمامی اینها مورد مهم اینه که شما بدونید آنالیز رقبات رو باید درست انجام بدین، که فقط بریم بنویسیم فکر میکنیم درست و اینا نه. باید انقدر خوب آنالیز بکنی، محتوایی بنویسی به درد کاربرت بخوره. یادتون باشه که سئو هنر متقاعد کردن. شما باید موتور جستجو رو متقاعد بکنی که از بقیه رقبات بهتری. مثل همیشه اگه سوالی داشتین خوشحال میشم با هم در میون بذارین. ارادت.